کدوم قطعه تو موتوره که با تعویضش میشه بیشترین افزایش توانو داشت؟ قطعاً پیستونه. شرکت هورنت اومده یه سری پیستون تقویتی برای موتور ماشینای داخلی تولید کرده که به راحتی با شاتون و میلنگ فابریک نصب میشه. این پیستونا یا اصلا نمونه خارجی ندارن یا اگه مشابهش هم باشه قیمتش حداقل 10 برابر هورنته. مثلا برای موتور تیو 5 با نصب پیستون هورنت نسبت تراکم میشه 12:1 که به تنهایی میتونه 30 اسب بخار توان موتور رو بیشتر کنه. برای موتورهای XU7 خانواده پژو 405 و پارس و سمن، برای تیبا و کویک و ساینا، برای ایلیکس و زانتیا هم پیستون تراکمی داریم. حتی برای پراید هم یه پیستون داریم که هم حجم موتور رو به 1500 افزایش میده و هم نسبت تراکم رو بالاتر میبره. که این میتونه توان موتور پراید رو خیلی بیشتر از فابریک کنه که تو راه رفتن و شتابگیری ماشین کاملا محسوسه. در آخر بگم برای کسایی که میخوان موتور تیو 5 یا EF7 یا زانتیا رو توربو کنن هم پیستون توربویی داریم. پس